چطور به انگلیسی بگیم من واسه معلمی ساخته نشدم؟ مطمئنم میتونی جواب بدی. 3 ثانیه فکر کن. تو انگلیسی برای اینکه بگیم برای کاری ساخته نشدیم از این اصطلاح استفاده میکنیم. Cut out. Cut out. پس من ساخته نشدم میشه I'm not cut out. I'm not cut out. برای میشه For. بعد از حروف اضافه فعل باید با ing بیاد. پس معلمی یا تدریس کردن میشه Teaching. کل جمله میشه I'm not cut out for teaching. I'm not cut out for teaching. حالا که یاد گرفتی تو بگو من واسه خوانندگی ساخته نشدم. کدوم گزینه درسته؟ برامون کامنت کنید. برای دریافت اپلیکیشن لینک رو برامون کامنت کنید.